مسیر ششم. زندگی حساب کتاب داره. هفته اول. زندگی رو میشه به خیلی چیزها تشبیه کرد. مثلا میشه بگیم زندگی مثل رانندگیه. همونقدر که رانندگی برای راننده با مهارت ساده است، زندگی کردنم برای یه آدم آگاه که مهارت‌های زندگی کردن رو یاد گرفته ساده و لذت بخشه. همونطور که یه راننده با لذت رانندگی میکنه و به هر جایی رسید متناسب با همون قسمت جاده دنده کم و زیاد میکنه و میدونه چطور باید رانندگی کنه، یه فرد آگاه هم توی چالش‌ها و مسائل زندگیش تو هر مسیری قرار میگیره، با رانندگی خوبش میتونه اون مسیر رو سالم طی کنه. شاید ماشینش کثیف بشه، شاید اذیت بشه، ولی خیلی زود این قسمت جاده تموم میشه و 2 مرتبه میفته توی مسیر صاف و یه دست. وقتی زندگی و رانندگی رو به هم تشبیه میکنیم، متوجه یه تفاوت کوچیک یا شاید هم خیلی بزرگ میشیم. اونم اینه که ما برای یاد گرفتن قوانین رانندگی کلی وقت میذاریم، هزینه میکنیم، کلاس میریم و وقتی راننده میشیم همه قوانین رو قشنگ رعایت میکنیم، چون میترسیم که تصادف کنیم یا جریمه بشیم. اما وقتی به چهارراه‌ها و پیچ و خمای زندگی میرسیم گیج میشیم و نمیدونیم از کدوم طرف بریم. نمیدونیم قانون این قسمت جاده زندگیمون چیه و ممکنه به در و دیوار بزنیم و خسارت ببینیم. البته این گیج شدن یا آسیب خوردن به خاطر سخت یا پیچیده بودن زندگی نیست. فقط برای اینه که کسی قواعد مخصوص زندگی رو به ما یاد نداده و خودمونم سهل انگاری کردیم و دنبالش نرفتیم که یاد بگیریم. شایدم شما بگین اصلاً خبر نداشتیم که زندگی قاعده و قانون داره. بله، ما بیشتر از این که روش درست زندگی کردن رو یاد گرفته باشیم، یاد گرفتیم بقیه رو مقصر بدونیم یا از خدا طلبکار باشیم. اما خب این طلبکار بودن تا الان که بهمون کمکی نکرده. پس میخوایم از امروز و از اینجا یه حرف نو بزنیم. بگیم که زندگی اصول و قواعدی داره که اگه یاد بگیریم و به کار ببندیم یه راننده خوب و با مهارت تو جاده زندگی میشیم. نمیدونم از شنیدن این که زندگی برای خودش قانونای مشخصی داره چه حسی پیدا میکنید، ولی من خیلی خوشحالم چون این قانون داشتن زندگی منو به زندگی امیدوار میکنه، به هم حس امنیت و آرامش و شادمانی میده و اینا خیلی حسای خوبی هن که یه آدم میتونه داشته باشه. ما باید بدونیم که به همون سادگی که آب در 100 درجه به جوش میاد میتونیم به همون سادگی قانونهای زندگی رو یاد بگیریم و راحت‌تر زندگی کنیم. ولی مسئله اینجاست که ما یاد نگرفتیم و حالا وقتشه که دست و آستین بالا بزنیم و شروع کنیم یاد گرفتن رو. البته یه مقدار زمان میبره. یه سریهاش رو تا میایم کشف کنیم زندگی میگذره. ولی خب چاره ای نداریم. در عوضش وقتی رشد کردیم و تأثیرات عالیش رو توی زندگی دیدیم سرمون رو بالا میگیریم و میگیم ما برای خوشبختی خودمون و نسل‌های بعدی بیکار ننشستیم.
تلاش کردیم، رشد کردیم، اصول و قواعد درست زندگی رو بلد شدیم. سرمون رو بالا میگیریم و میگیم ما میراث آگاهی و دانش برای بچه هامون به ارث گذاشتیم و این خیلی ارزشمنده، خیلی. بله، شاید ما مدتی از زندگی رو در نابلدی سپری کردیم، سختی کشیدیم و به این نقطه از زندگی رسیدیم، ولی میشه از یه جایی یاد بگیریم، یه اتفاق جدید و قشنگ توی زندگیمون ایجاد کنیم و باید برای این یاد گرفتنها متعهد باشیم. باید سرمایه گذاری کنیم، هزینه بدیم، وقت گرانبهامون رو بدیم و به شکل جدید و بهتری زندگی کنیم. و به قول سهراب، صبحها وقتی خورشید در می آید متولد بشویم. این دیگه دست خودمونه. بریم برگردیم بیشتر در مورد قوانین زندگی صحبت می کنیم.